خاطر خنده‌دار از بابا بگو ببینم. کربلا رفته بودی، بس که تو شیطون بودی ها، همش میخندیدی اونجا. این خاطر خنده‌دار از بابا بگو ببینم. نشنیدم، باید بلندتر بگی. چی شد؟ نمیذاشتم بابا تنهایی بره زیارت کنه. همه وقتی میرفتیم کربلا من همیشه باش میرفتم مردونه. باهاش میرفتی تو مردونه، قسمت مردونه زیارت؟ آره. خب بعدش اونجا با هم نماز بخونیم. بابا رو چی صدا میکردی؟ بابا علی میگفتی؟ نه، همینطور میگفتم بابا. همینطور میگفتی بابا؟ آره. خب الان دو سه تا کلمه با بابا صحبت کن ببینم. بابا سلام علیکم، خوبی؟ اینجوری گفتن بابا همیشه به من گفتی صبح به من زنگ بزن، صبح به من زنگ بزن. بابا میگفتن صبح به من زنگ بزن. خب آره. بعدش بعضی وقتا میگفت که من کار دارم بعدم بهت زنگ میزنم. خب بعدش سر شلوغ بوده. آره. خیلی آدم نمی‌دونه مهمی بود. زنگ بزنه، دیر زنگ میزد. آخه دیر زنگ میزد. دورت بگردم الهی، دورت بگردم.